دادگاه ولایت مسکو نزدیکان و پیوندان اعضای گروه جنایی موسوم به GTA را که در حادثه روز 1 آگوست در بینای این دادگاه به هلاکت رسیدند جستجو دارد. 4 عضو این گروه 9 نفره که اکثر اعضای شهروندان تاجیکستان و یا تاجیک تبار میباشند پس از مرافعه دادگاهی هنگام انتقال یافتنشان از تالار دادگاه به بازداشتگاه موقت در داخل لیفت این دادگاه به 2 پاسبان حمله کرده سلاح‌های آن را مصادره کردند. در نتیجه تیرپرانی 3 عضو گروه خلیق سبحانوف، عبدالمقیم محمدجانوف و میرزا مولان میرزا شریپوف در جای حادثه و فضل‌الدین حسنوف در بیمارستان جان دادند. هر یکی بازداشت شده با گمان صادر کردن یک قطار جنایت‌های سنگین نظیر کشتار، قصد به کشتار، غارتگری، حمله، استفاده سلاح و تشکیل اتحادی جنایی در قلمرو روسیه ایبدار می‌شدند. در نتیجه تیرپرانی 2 نفر پاسبان‌های راستگواردیا گارد ملی روسیه نیز زخمی شده به بیمارستان انتقال یافتند. این گمانبران در سال‌های 2014-2015 بازداشت شده مرافعه جنایی آنها در دادگاه 1 سال اخیر ادامه داشت. زمانی فعالیت‌های جنایی این گروه متشکل تخمیناً 3 سال را در بر میگیرد. تفتیشات میگوید اعضای بند GTA که اساساً در شاهراه M4 دون عمل میکرد در مجموع در 17 کشتار بیرحمانه مسافران و رانندگان در این شاهراه و گرد و اطراف آن ایبدار میشوند. آوازه بیرحمی این گروه نه تنها برای ساکنان روسیه بلکه برای مهاجران تاجیک در مسکو هم معلوم است. یک فعال حقوق مهاجران گفت اینها افراد نیستند که به آنها رحم کرده شود. در جسد برخی قربانی ها تا 20 زخمی کارد آشکار شده است. ناتالیا اوسیپووا رهبری دفتر مطبوعات دادگاه ولایت مسکو روز 23 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد حادثه کشتار در داخل لیفت دادگاه محاکمه 5 عضو دیگر این گروه را روز 22 آگوست از سر گرفت. او گفت در مرافعه دادستان از دادگاه درخواست کرد که مهلت بازداشت 4 نفر حضرتخان سبحانوف، ظفرجان غلاموف، شیرجان قادیروف، عمر حسنوف تا سنه 28 دکبر سال 2017 تمدید شود. همچنان دادگاه مهلت حبس خلیق سبحانوف، فضل‌الدین حسنوف، عبدالمقیم محمدجانوف، میرزا مولان میرزا شریپوف را بنابر فوتشان بکار نمود. Мера пресечения в виде заключения по страже была отменена в связи с их смертью. اوسیپووا افزود در مرافعه دادگاهی تنها نزدیکان یکی از نفران فوتیده در حادثه تیرپرانی حضور داشت و با او حق از سردخانه گرفتن جسد داده شد. به گفته اوسیپووا نزدیکان 3 فوتیده دیگر را دادگاه هنوز جستجو دارد. دادگاه در مرافعه اخیر در نسبت حضرتخان داداخانوف تشخیص علاوگی طبی و روحی تعیین کرده است. داداخانوف این تیرپرانی از ناحیه سر آسیب دیده است و دادگاه می‌خواهد بداند که وضع روانی او چگونه است، گفت اوسیپووا. پرونده بند GTA از پرسر و صداترین پرونده‌های سال‌های اخیر در روسیه به شمار می‌رود. اکثر جنایت‌های خود را گروه GTA با استفاده از یک دستگاه آهنی خاردار معروف به کورینه لپش شروع می‌کردند. این دستگاه خارهای آهنی دارد که به هنگام از بالایش گذشتن ماشین چرخ‌هایش می‌کفند. ماشین می‌ایستد و اعضای دسته بر راننده حمله کرده بعد قتل او مال و اشیای او را به یغما می‌بردند. جسد کشته شده‌ها را معمولاً در جنگل پنهان می‌کنند. ناتالیا اوسیپووا میگوید از گروه 9 نفره GTA 5 نفرشان ظفر غلاموف، حضرتخان داداخانوف، شیرجان قادیروف، عبدالمقیم محمدجانوف و میرزا مولان میرزا شریپوف شهروندان تاجیکستان بودند. بنا به اطلاع کمیته تفتیشات روسیه، گروه جنایی ماه مارس سال 2012 در ولایت مسکو از سوی شهروند ازبک تبار قرقیزستان عبیدالله سبحانوف تأسیس شده است. خود سبحانوف همراه برادرش عمر که با شناسنامه قلبکی تاجیکستان با نام اسماعیلوف در روسیه گشت و گذار داشت، در بوستانسرای سرگئی استراویروف سردار ریاست کارهای دادستانی کل روسیه زندگی میکرد. بعد آشکار شدن این حادثه استراویروف از مقامش استعفا داد و در جریان تفتیشات به حیث شاهد در این پرونده بازپرسی شده است. با وجود آنکه مطبوعات روسیه فرضیه‌های گوناگون را در مورد انگیزه‌های حمله و قتل‌های بیرحمانه دسته جنایی نشر کرد، کمیته تفتیشات روسیه میگوید هدف این گروه تنها غارتگری بود.